عباسی امروز زیاد همچین روی فرم نبودی، آماده نبودی، چه بود قضیه؟ والا چه بگم، ما شانس نداریم، هر موقع میریم و هر وزنی عجوبه ها میان. خودتون دیگه تو سالن بودی که رقیبم 205 زد، روسیه هم 187 زد، نیجریه 177 زد، چین هم 177 زد. ما هم خدا دیگه تلاش خودمون رو کردیم ولی شرمنده مردم ایران شدیم. از همشون معذرت میخوام، انشالله که بتونم در مسابقات دیگه جبران کنم. حالا دور اول که خوب پیش رفتی ولی به دفعه حالا نمیدونم چه مشکلی پیش اومد که توی دور دوم و سوم خطا ازت گرفتن. والا بدنم یه دفعه خالی کرد، نمیدونم خودم موندم که چرا. من حرکت اولم 162 یعنی یه جور وزن زدم، فکر کردم میتونم 5 تا باهاش برم، اینقدر سبک بود. ولی متاسفانه رسیدم به وزن‌های سنگین‌تر، بدنم خالی کرد و نتونستم وزنه بزنم.